بسم الله الرحمن الرحیم. وقتی که ما و شما در بین دو جلسه میشینیم، یعنی بعد از سجده که میشینیم، او را چی میگن؟ بین دو سجده او را چی میگن؟ جلسه میگن. در جلسه هم از رسول الله صلی الله علیه و سلم اینی دعا نقل شده که ما و شما را میخوانیم. من میخوانم، شما همراه من تکرار بکنین. رب اغفر لی، رب اغفر لی، رب اغفر لی. یعنی اینی رب اغفر لی یعنی رب ای پروردگار من، اغفر ببخش لی برای من. و این دعای دیگه هم از رسول الله صلی الله علیه و نقل شده که اللهم اغفر لی، اللهم یا الله، اغفر لی ببخش مرا، وارحمنی و رحم کن بالای من، واجبرنی و جبران کن گناهانم را، وارفعنی و بلند کن مقامم را، واهدنی و هدایت کن مرا، وعافنی و عفو کن مرا، وارزقنی و رزق بده برای من. این دعا هم آمده. دعای سومی که آمده رب اغفر لی اغفر لی، ربی ای پروردگار من، اغفر لی ببخش مرا، اغفر لی ببخش مرا. بسم الله الرحمن الرحیم. چون در جلسه که در بین دو سجده است، اینی دعا از پیامبر صلی الله علیه و سلم است که 3 مرتبه ثابت شده که رب اغفر لی باید 3 مرتبه گفته شود. رب اغفر لی ای پروردگار من، اغفر لی ببخش مرا، این ثابت شده. و همچنان دعای دیگری هم ثابت شده که اللهم اغفر لی وارحمنی واجبرنی وارفعنی واهدنی وعافنی وارزقنی، این ثابت شده. اللهم یا الله اغفر لی ببخش مرا، وارحمنی بالای من رحم کن، واجبرنی و جبر کن مرا، جبران کن مرا، وارفعنی گناهان مرا، وارفعنی این مقام بلند کن مرا، مقام مرا، واهدنی و من را هدایت کن، و عافنی و عافیت ببخش برای من، وارزقنی و مرا رزق بده. این هم ثابت شده. و چنان دعای دیگری هم است که رب اغفر لی اغفر لی، رب اغفر لی، ربی ای پروردگار من، اغفر لی مغفرت کن برای من، اغفر لی مغفرت کن برای من. وقتی که ما در بین دو سجده جلسه میشینیم، این احادیث از رسول الله صلی الله علیه و سلم نقل شده که اولش است رب اغفر لی، این را 3 بار میگیم که رب پروردگار من اغفر ببخش لی برای من. و دیگه هست اللهم یا الله اغفر لی مرا ببخش، وارحمنی و بالای من رحم کن، واجبرنی و گناهان من را جبران کن، وارفعنی و مقام مرا بلند کن، واهدنی و هدایت مرا کن، و عافنی و عافیت بده بر من، وارزقنی و بر من رزق بده. و همچنین دعای سوم که است رب اغفر لی اغفر لی، رب پروردگار من اغفر لی مرا ببخش، اغفر لی مرا ببخش. بسم الله الرحمن الرحیم. وقتی که در بین دو سجده ما 3 دفعه رب اغفر لی میگیم که ترجمهش ربی ای پروردگار من اغفر لی مغفرت کن مرا. و دعای دوم که آمده در جلسه اللهم یا الله اغفر لی مرا ببخش، وارحمنی و بالای من رحم کو، واجبرنی و گناهان من را جبران کو، و وارفعنی و مقام را بلند کو، واهدنی و هدایت کن ما را، وعافنی و ما را ببخش، وارزقنی و به ما رزق بده. و دعای دیگه که آمده رب اغفر لی ای پروردگار مغفرت کن ما را، اغفر لی مغفرت کن ما را. بسم الله الرحمن الرحیم. در جلسه ما این دعاها را میخوانیم. رب اغفر لی، رب اغفر لی، رب اغفر لی ای پروردگار مرا ببخش. اللهم اغفر لی یا الله ببخش مرا، وارحمنی و بالای من رحم کن، واجبرنی و جبران کن و خطایای مرا، وارفعنی و مرا بلند کن، یعنی مقام مرا، واهدنی و مرا هدایت کن، و عافنی و عفو کن برای من، وارزقنی و رزق بده برای من. رب اغفر لی. دعای دیگری است که رب اغفر لی اغفر لی ای پروردگار من مرا ببخش و مرا ببخش. بسم الله الرحمن الرحیم. در جلسه از تسبیحات زیاد از رسول الله صلی الله علیه و سلم
آمده که رب اغفر لی ای پروردگار ما، که 3 دفعه میگیم در سجده در جلسه رب اغفر لی ای پروردگار ما را عفو کن. 3 دفعه میگیم و در تسبیح دیگه اللهم اغفر لی، یا الله سبحانه و تعالی ما را ببخش و ارحمنی و بالای ما رحم کن و اجبرنی و گناهان ما را جبران کن و ارفعنی و مقام ما را بلند کن و اهدنی و هدایت کن ما را و عافنی و عافیت بده برای ما و ارزقنی و رزق بده برای ما. رب اغفر لی پروردگار ما را مغفرت کن، اغفر لی ما را مغفرت کن. در بین 2 سجده یعنی جلسه و از دعا از رسول الله صلی الله علیه و برای ما نقل شده که یکی رب اغفر لی است، یعنی ربی پروردگار اغفر لی ما را ببخش. این 3 بار خوانده میشه. و دوم اللهم اغفر لی، یا الله سبحانه و تعالی ما را ببخش و ارحمنی و بالای ما رحم کو و اجبرنی و گناههای ما را جبران کو و ارفعنی و درجه مقام ما را بلند ببر، وحدنی و ما را هدایت کو و عافنی و برای ما عافیت بده، نصیب کن و ارزقنی و برای ما رزق بده. و سیومی ربی اغفر لی، پروردگار ما را ببخش، اغفر لی ما را ببخش. بسم الله الرحمن الرحیم. دعاهایی که از رسول الله صلی الله علیه و برای ما باقی مانده در جلسه، یعنی در نشستن بین 2 سجده، این است که رب اغفر لی ای پروردگار من مرا مغفرت کن که 3 مرتبه میخوانیم. و دعای دومی است که اللهم یا الله اغفر لی مرا مغفرت کن و ارحمنی و بالای ما رحم کن و اجبرنی و گناههای مرا جبران کو و ارفعنی و مقام مرا بلند کو و اهدنی و مرا هدایت کن و عافنی و مرا عفو کن و ارزقنی و برای ما روزی بده. و دعای سیومی که است ربی ای پروردگار من اغفر لی مرا مغفرت کن، اغفر لی مرا مغفرت. بسم الله الرحمن الرحیم. وقتی که ما در بین 2 سجده یا جلسه میشینیم باید این دعا را 3 بار بگوییم. رب اغفر لی، خدایا بر ما را ببخش. اللهم یا الله اغفر لی، مغفرت کن برای من وارحمنی و مرا بالای من رحم کن و اجبرنی و گناه مرا جبران کن وارفعنی و مقامم را بلند کن و وحدنی و مرا هدایت کن و عافنی و مرا عافیت و صحت نصیب کن و ورزقنی و برای من روزی بده. رب اغفر لی، خدای مرا ببخش منم. بسم الله الرحمن الرحیم. التحیات لله والصلوات والطیبات السلام علیک ایها النبی ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. خب التحیات تمامی تحیات یا عبادت های زبانی لله خاص برای الله سبحانه و تعالی است. و الصلوات و تمامی صلوات یا عبادت های بدنی خاص برای الله سبحانه و تعالی است. و الطیبات و تمامی چیزهای پاک یا عبادت های مالی خاص برای الله سبحانه و تعالی است. السلام علیک، سلام باد بر تو
أيها النبي أي نبي صلى الله عليه وسلم ورحمة الله ورحمة الله باد وبركاته وبركاتش السلام علينا سلامتی باد بر ما وعلى عباد الله الصالحين وعلى عباد الله و بر بنده های الله الصالحین که نیکوکار هستند. اشهد و شهادت می دهم لا اله این که نیست هیچ کس مستحق مستحق این که ذاتش عبادت شود و قانون و شریعتش تطبیق شود الا الله بغیر از الله سبحانه و تعالی و اشهد و شهادت می دهم ان یقینا که محمد صلی الله علیه و سلم عبده بنده الله است و رسوله و رسول الله است. بسم الله الرحمن الرحيم. التحيات لله والصلوات والطيبات. التحيات تماما تحيات يعني تماما عبادت های الزباني لله خاص برای الله سبحانه و تعالی است. والصلوات تمام صلوات يعني تماما عبادت های بدنی خاص برای الله سبحانه و تعالی است. و الطیبات تماما پاکی ها یعنی تماما عبادت های مالی خاص برای الله سبحانه و تعالی است. السلام علیک سلامتی باد بر تو ایها النبی ای نبی محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم و رحمت الله و رحمت الله سبحانه و تعالی و برکاته و برکات الله سبحانه و تعالی بر تو باد. السلام علینا سلامتی باد علینا بر ما و علی عباد الله الصالحین و بر بندگان صالحین الله سبحانه و تعالی. اشهد و گواهی می دهم الله اله نیست هیچ الهی که قانونش تطبیق شود و ذاتش عبادت شود الا الله غیر از الله سبحانه و تعالی. و اشهد و گواهی می دهم ان محمدا یقینا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم عبده بنده الله سبحانه و تعالی است و رسوله و فرستاده الله سبحانه و تعالی است. بسم الله الرحمن الرحیم. التحیات و تمام تحیات یا عبادت های زبانی لله خاص برای الله سبحانه و تعالی است. و صلوات و تمام صلوات یا عبادت های بدنی و طیبات و تمام پاکی های یا عبادت های مالی خاص برای الله سبحانه و تعالی است. السلام علیک سلامتی باد بر تو ایها النبی ای رسول الله صلی الله علیه و سلم و رحمت الله و رحمت الله بر تو باد و برکاته و برکات الله سبحانه و تعالی بر تو باد. السلام علینا سلامتی باد بر ما و علی عباد الله الصالحین و بر بنده های نیکوکار و یا صالح الله سبحانه و تعالی. اشهد و شهادت می دهم ان لا اله که معبود نیست که ذاتش پرستش شود و قانون عبادتش تطبیق شود الا الله بجز از الله سبحانه و تعالی. و اشهد و شهادت می دهم ان محمدا که محمد صلی الله علیه و سلم عبده بنده الله و رسوله و رسول فرستاده الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. التحیات و تمام تحیات یا عبادت های زبانی لله خاص برای الله سبحانه و تعالی است. و الصلوات و تمام عبادت های بدنی و الطیبات و تمام عبادت های مالی خاص برای الله سبحانه و تعالی است. السلام علیک سلامتی باد بر تو ایها النبی ای رسول الله صلی الله علیه و سلم و رحمت الله و رحمت الله باد بر تو و برکاته و برکاتش. السلام علینا سلامتی باد بر ما و علی عباد الله الصالحین و بر بندگان صالح و نیکوکار الله. اشهد و شهادت می دهم الله اله نیست که نیست هیچ کس مستحقی که ذاتش عبادت شود و قانون شریعتش تطبیق شود الا الله بغیر از الله سبحانه و تعالی. و اشهد و شهادت می دهم ان یقینا که محمد صلی الله علیه و سلم عبده بنده الله و رسوله و رسولش. بسم الله الرحمن الرحیم. التحیات و تمام تحیات یا عبادت های زبانی لله خاص بخاطر الله سبحانه و تعالی و الصلوات و تمام
عبادتهای بدنی و طیبات و تمام پاکی‌های عبادتهای مالی خاص به خاطر الله سبحانه تعالی است. السلام علیک، سلامتی باد بر تو ایها النبی و ای نبی صلی الله علیه وسلم و رحمت الله و رحمت الله سبحانه تعالی و برکاته و برکاتش. السلام علینا، سلامتی باد بر ما و علی عباد الله الصالحین و بر بنده های صالح الله سبحانه تعالی. اشهد و شاهدی میدهم لا اله، این که نیست هیچ کسی که ذاتش عبادت شود و قانونش تطبیق شود الا الله، بغیر از الله سبحانه تعالی. و اشهد و شاهدی میدهم ان محمدا، این که رسول الله صلی الله علیه وسلم عبده، بنده الله سبحانه تعالی است و رسوله و فرستاده‌اش. بسم الله الرحمن الرحیم. التحیات و تمام تحیات یا عبادت های زبانی لله خاص برای الله سبحانه و تعالی است و الصلوات و تمام عبادت های بدنی برای الله سبحانه و تعالی است و طیبات و تمام پاکی های یا عبادت های مالی خاص برای الله سبحانه و تعالی است. السلام علیک، سلامتی بر تو ایها النبی و ای نبی الله سبحانه و تعالی و رحمت الله و رحمت الله سبحانه و تعالی و برکاته و برکت الله سبحانه و تعالی. السلام علینا، سلامتی باد بر ما و علی عباد الله الصالحین و بر بندگان صالح الله سبحانه و تعالی. اشهد ان لا اله، شهادت میدم این که نیست هیچ کسی که ذاتش عبادت شد و قانونش اطاعت شد الا الله، مگر الله سبحانه و تعالی. و اشهد و شهادت میدهم این که محمد صلی الله علیه و سلم عبده، بنده الله سبحانه و تعالی است و رسوله و رسول الله سبحانه و تعالی. بسم الله الرحمن الرحیم. التحیات و تمام عبادتهای زبانی لله خاص برای تو الله هست و صلوات و تمام عبادتهای بدنی خاص برای الله سبحانه و تعالی است و طیبات و تمام عبادتهای مالی خاص برای الله سبحانه و تعالی است. السلام علیک، سلامتی بر تو ایها النبی و ای رسول الله صلی الله علیه وسلم و رحمت الله و رحمت الله سبحانه و تعالی بر تو و برکاته و برکت الله سبحانه بر تو. السلام علینا، سلامتی بر ما ایها النبی و علی عباد الله الصالحین و بندگان صالح الله سبحانه و تعالی. اشهد ان لا اله، شهادت میدهم این که نیست هیچ ذاتی که ذاتش عبادت شود و شریعت قانونش تطبیق شود الا الله، بغیر الله سبحانه و تعالی. و اشهد ان لا اله، و شهادت میدهم و اشهد محمد، و شهادت میدهم محمد صلی الله علیه و سلم عبده، بنده الله سبحانه و تعالی و رسول الله و رسول خداوند تعالی است. التحیات، تمام عبادتهای زبانی برای الله سبحانه و تعالی و صلوات و تمام عبادتهای بدنی برای الله سبحانه و تعالی و طیبات و تمام عبادتهای مالی برای الله سبحانه و تعالی. و السلام علیک، و سلام بر تو ای نبی و ای رسول الله صلی الله علیه و سلم و رحمت الله و رحمت الله سبحانه و تعالی و برکاته و برکت های الله سبحانه و تعالی. السلام علینا، و سلامتی بر ما باد و عباد الله الصالحین و بر بنده های صالح الله سبحانه و تعالی. اشهد ان لا اله، شهادت میدیم که نیست هیچ کسی مستحق ای که ذاتش عبادت شود و قانونش تطبیق شود الا الله و غیر از الله سبحانه و تعالی. و اشهد ان محمد، و شهادت میدیم که محمد صلی الله علیه و سلم عبده و بنده خداوند جل جلاله و رسوله و